این قسمتی که من الان ایستادم تو طبقه پایین ستونه و این قسمت ستون نیست. یک تیر دوبل اینجا انداختن و مکان ستون رو جابجاش کردن، ستون رو انداختن به تیر و ستاره روش هم ساختن. این ساختمون بیش از 50 سال دوام آورده. ما بعضا این صحبت رو میشنویم که وقتی به یک کار فنی و اصولی توصیه میکنیم افراد رو میگن فلانجا انجام داده و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده. اینجا یکی از همون جاهاییه که 50 سال دوام آورده، ولی کم کلی ساختمون هم که این اتفاقات توش افتاده ریزش کرده. تک مثال هایی که کار غیر اصولی انجام شده و اتفاقی نیفتاده محدود و انگشت‌شماره. به واسطه یک دونه کار باقی مونده اجرای فنی و اصولی رو زیر سوال نبرید.